این چند وقتی که بچه‌ها میگن همین چرا فعالیتت کم شده، چرا دیگه مثلا قبل ویدیو نمیذاری، کجایی، چیکار داری میکنی، چرا نمیرسی؟ امروز میخوام یکی از دلایل اصلیشو براتون بگم. داشت یه چند ماهیه که یک اتفاق خیلی بزرگی داخل زندگی من افتاده که واقعا یکی از بزرگترین اتفاقات زندگی هر آدمی. من قبلا که ویدیوی ازدواج براتون گذاشتم و بهتون توضیح دادم که نبودم 6 ماه چی کار میکردم و در واقع ازدواج کرده بودم و نمیتونستم خیلی برسم به یوتیوب، فرصت نکردم و یک اتفاق بزرگ دیگه ای افتاده برای من الان در زندگی که اینم بالاخره چون دیر یا زود حالا یا روی استریما یا روی ویدیوها متوجه می شدید، گفتم که بذار خودم و بیام بهتون بگم که سیتیزن حمید کسی که 5-6 ساله خیلیاتون میشناسیدش، شاید بیشتر، پدر شده. یه چند ماهی که خدا به ما یه دونه دختر کوچولو داده و دیگه مهمون خونه‌مونه از این به بعد. یعنی این صداش رو روی استریما ممکنه بشنوید، روی ویدیوها ممکنه بشنوید و ولی میدونم الان کامنت میذارید یا آقا حمید این کارو بکن، اون کارو بکن، اون کارو بکن. یه وقت قضیه پیچیده است، این بچه‌ها خیلی عجیبه. مثلا یه کسی که تصورش برام سخته، اینکه طرف مثلا خودمو تصور می‌کنم که آقا من مثلا بابام استریمر یا یوتیوبر باشه. خیلی عجیبه، خیلی چیز عجیبه که مثلا این بچه وقتی که بزرگ میشه مثلا ببینه که باباش مثلا با یه سیستم خیلی خفن و یه امکانات خیلی خفن و مثلا یوتیوبر و استریمر. خیلی عجیبه، یعنی یه چیزی که مثلا برای خیلی از ما رویاست. بعد مثلا یه سری از بچه‌هایی که نسل جدیدن واقعا پتانسیل دارن، خیلی از بچه‌ها یوتیوبرها حالا متأهلن اکثرا ولی هنوز بچه ندارم، ولی این قضیه پیش میاد به راحتی. یعنی یه نکته خیلی عجیبه. یعنی خودم میذارم جای بچه خودم و میگم واقعا خوشبالش. یعنی من اگر که بابام استریمر یا یوتیوبر بود واقعا عشق دنیا رو میکردم. مثلا میشستم بهترین سیستم مثلا جمع دستم، بهترین بازی‌ها رو می‌زدم، بهترین گیم‌ها رو می‌زدم. واسه همین که بابام مثلا با این فضای روز در ارتباطه و مثلا خیلی سخت نیست یه سری چیزا رو بهش توضیح دادن و مثلا در جریان همه چی هست و خیلی رفاقت‌ها این دارم حس می‌کنم بیشتر میشه با بچه. خیلی بذارم بچه رو بیارم ببینیدش. سلام بابا. چون دخترم سلام 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 علیکم. جون این همه نور و رنگ و بچه اینجا دیده تعجب کرده خیلی. ما چه محکم به باباش میده. شما بابا تعجب کردی؟ کلی نور و رنگ‌های مختلف و دکور مختلف و همه رو اینجا دیده کلی تعجب کرده. جان دخترم خوشگلم صحبت کن ببینم. خب بگو بزن، بگو جان بگو بریم. خب خیلی داره باتون صحبت میکنه بچه، خیلی داره بهتون حال میده. اینقدر داری صحبت میکنی آقاشو. اوره صحبت میکنی؟ با ویوورای بابا صحبت میکنی؟ اوره دخترم؟ میکروفون رو 2 دستی چسبیده بچه، داره عقب جلو. جان میکروفون رو ایستاده کرد. چی بابا گم شدی تو این همه رنگ، تو این همه نور؟ آره
آخش جون ای خدا 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 خدا. حس فوق العاده خوبیه بچه، اینو واقعا امیدوارم همتون یه روزی ازدواج کنید و پدر بشید و این حس رو تجربه بکنید که یه دونه دختر کوچولوی خوشگل خدا بهتون بده که میخواد بچلونیش. سلام بیا میکروفون رو ول کنید. دو دستی دستت از اوه دستو کرده این لا، دست اذیتش بابا. ول کن بابا، میکروفون رو نخور، میکروفون رو نخور، ری کسی اینو ول کن، اینو ول کن. بیاد برو دستو کرده لای میله میکروفون. میکروفون رو بده بابا، میکروفون رو بده بابا، میکروفون رو بده جان میکروفون رو بده من ببرم. چشش دنبال میکروفون جان، میکروفون میخواد بیاد این بالا. چهرهشو بچه بهتون نشون نمیدم حقیقتا، چون پس فردا بسین اتفاق راضی نباشه، یعنی دوست نداشته باشه که چرا مثلا منو بچه بودم یه جایی نشون دادی که مثلا عمومی بود و همه دیدن و اینا. من این قضیه ترجیح میدم نشون ندم، با اینکه میدونم خیلی در واقع بچه کوچیک و نوزاد برای تولید محتوا خیلی به درد بخوره، یعنی خیلی‌ها از همین طریق خودشونو میبرن بالا، ولی من واقعا دوست ندارم. یعنی میگم اگه ممکنه بعداً بزرگ شه و خودش مثلا اون شرایطی که براش پیش میاد راضی نباشه، برای همین ترجیح میدم که چهرهشو اینطوری به صورت مستقیم بهتون نشون ندم. ولی خب هست و دیگه تو زندگیمون و صداش این به بعد قراره تو استریم‌ها و ویدیوها زیاد بشه. حالا تا بزرگتر بشه دیگه اون موقع دیگه یک سری اذیت کردن دیگه هم داره. ای جان ببرمش. این بچه‌ها یه حس خیلی خاص و حس خیلی شیرینه و خب حالا همین در واقع پدر سوخته که از دلیلی که نمیذاره من خیلی به یوتیوب برسم برای اینه که آدم مثلا خودش دلش میخواد که بیشتر وقتشو بذاره برای کوچولو، خصوصا که بچه اول اصلا یه چیز دیگه است، یه حس دیگه است، اولین بار که آدم پدر میشه. الان یک مقداری از اون در واقع هولش در اومدم، چون میخواستم بگم خودم بهتون، بعد حالا شما خودتون روی استریما یا روی در واقع ویدیو متوجه بشید، چون بالاخره ممکنه جیغ بزنه گریه بکنه و صداش بیاد و اینه که گفتم الان دیگه خیالم راحته که خودم ویدیو گذاشتم و بهتون اعلام کردم و کلا روزگار عجیبیه. یعنی مثلا من موقعی که یوتیوب شروع کردم یه پسری که مثلا دانشگاهش تازه تمام کرده بود، 2 لیسانسی گرفته بود، داشت حالا میخوند که بره مثلا ارشد بگیره، بعد میره مثلا تو این تایم یوتیوب شروع میکنه، بعد همزمان با یوتیوب میره مثلا کنکور میده، ارشد میره، نمیدونم همزمان با یوتیوب ازدواج میکنه، همزمان با یوتیوب بچه دار میشه. کلا زندگیه که با یوتیوب گذشت، یعنی این چند سال. و حالا به هر طرفش نگاه میکنی بالاخره یه نقشی از یوتیوب داخل زندگی من بوده و حضور پررنگ شما ویورها همیشه واقعا انرژی بوده برام. همینجا پیشاپیش از همتون تشکر میکنم بابت تبریکاتون و امیدوارم که انشالله خدا به همتون اول یک همسر خوب و بعد یک فرزند خوب و فرزندان خوب به همتون بده و بتونید تشکیل خانواده بدید، که به نظر من مهمترین هدف هر آدمی توی زندگیش تشکیل یک خانواده خیلی خوب و سالمه. یعنی ته دیگه ته عمرش نمیگه مثلا دمم گرم، مثلا چند تا بچه دور و برمه، چند تا نوه دور و برمه، یه خانواده خوب و مثلا همه دور هم خوشحال و این واقعا فانتزی در واقع منه برای زندگی. امیدوارم که تک تکتون توی زندگیتون موفق باشید و به اون اهدافی که دارید برسید. دمتون گرم، میبینمتون و تا ویدیو بعدی. خداحافظ همگی.